به نام خداوند سنگ و خداوند گنج، خداوند شادی، خداوند رنج. این داستان پسر سیاستمدار. کشیشی یک پسر نوجوان داشت و کم کم وقتش رسیده بود که فکری در مورد شغل آینده‌اش بکند. پسر هم مثل تقریباً بقیه همسن و سالانش واقعاً نمی‌دانست که چه چیزی از زندگی می‌خواهد و ظاهراً هم خیلی این موضوع برایش اهمیت نداشت. یک روز که پسر به مدرسه رفته بود، پدرش تصمیم گرفت آزمایشی را برای او ترتیب دهد. به اتاق پسرش رفت و 3 چیز را روی میز او قرار داد: یک کتاب مقدس، یک سکه طلا و یک بطری مشروب. کشیش پیش خود گفت: من پشت در پنهان می شوم تا پسرم از مدرسه برگردد و به اتاقش بیاید. آنگاه خواهم دید کدام یک از این 3 چیز را از روی میز برمی دارد. اگر کتاب مقدس را بردارد، معنیش این است که مثل خودم کشیش خواهد شد که این خیلی عالی است. اگر سکه را بردارد، یعنی دنبال کسب و کار خواهد رفت که آن هم بد نیست. اما اگر بطری مشروب را بردارد، یعنی آدم دائم الخمر و به درد نخوری خواهد شد که جای شرمساری است. مدتی نگذشت که پسر از مدرسه بازگشت. در خانه را باز کرد و در حالی که سوت میزد، کاپشن و کفشش را به گوشه‌ای پرت کرد و یک راست راهی اتاقش شد. کیفش را روی تخت انداخت و در حالی که میخواست از اتاق خارج شود، چشمش به اشیاء روی میز افتاد. با کنجکاوی به میز نزدیک شد و آنها را از نظر گذراند. کاری که نهایتاً کرد این بود که کتاب مقدس را برداشت و آن را زیر بغل زد. سکه طلا را توی جیبش انداخت و در بطری مشروب را باز کرد و یک جرعه بزرگ از آن خورد. کشیش که از پشت در ناظر این ماجرا بود، زیر لب گفت: خدای من، چه فاجعه بزرگی! پسرم سیاستمدار خواهد شد.